آیا به خاطر هجرت برای الله فقیر شدی؟ آیا به خاطر دین الله از خانه تو را کشیدن؟ وهابی و سنتی حالی همین سه گروه جریانش در عالم یعنی جریان دارد دیگر. ما اهل سنت و جماعت هستیم. ما اهل سنت و جماعت هستیم. دیگر خوش نباشد ما اکثری آنها را نامهاشان در پیش استاد کل یعنی ما تعلیم گرفتیم که جوانان شاد شوند که حاضر عقیده ها را باید ما و شما پاسبانی بکنیم. عقیده ها ناخوشیش خیلی هم بسیار است. انا شکر کنیم که از همین عقیده های پوچ فرزندان ما اهل سنت و جماعت، ما اهل سنت و جماعت یعنی اهل عیاله، ما اهل سنت و جماعت کنیم که این مسئولیت در دوش پدران و مادران است. باید که خود فرزندان را بسیار ما اهل سنت دار هشدارشان کنن، هشیارشان بکنن پیش راه این عقیده های پوچ گرفتنمون واجب است. هشیاری کنیم که مردم ما زمانی که اسلام قبول کردن ما اهل سنت و جماعت هستیم. ما اهل سنت و جماعت ما اهل سنت و جماعت سر قرآن حدیث ما توبت میکنن. امروز در امریکا و اروپا دشمن اسلام قرآن در میتن و بازم میگن یا رب العالمین 20 سال از دل ما کفید. اگر میگیم شوجبگی نیست میگه وهابیست.
اگر حدیث رسول الله میخوانیم که رسول الله براتان گفته او مردم به مرددار تو نان ببر، نان مرددار را نخو، میگه وهابی استاد دایی یا الله ما چی بکنیم؟ پیغمبرت گفتن ساحر است، پیغمبرت گفتن مجنون است، ما را میگن تروریست هستی، ما را میگن اکستریمیست هستی، ما را میگن تو بنیانگر هستی، ما را میگن تو وهابیستی. به کی شکایت میکنیم یا رب العالمین؟ به تو شکایت میکنیم. به گپ ما نمیمانه کو تلویزیون اسلامی که ما دو گپ بزنیم یا رب العالمین. مولوی متوکل در 40 مسجد رفت که درس تفسیر بده، در مسجد نمیمانش که درس تفسیر قرآن بده. دکتر عبدالباری متخصص دکترا در حدیث داره، دکتر سبیلیه که در تفسیر، عبدالقدوس راجی در تفسیر تخصص داره. حلقه حدیث جور کردن در پالی هتل انصاف، از اونجا کشیدنشانه یک مسجد خرداره کرد. به درس تفسیر نمیمانید، به درس حدیث نمیمانید، در مسجد نمیمانید. در یک مسجد رفتم 1-2 ماه نماز جمعه میدادم، گفتن این ملا دا سیاست گپ میزنه. لا اله الا الله چی معنای الله؟ کسی که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. تطبیق قانون سیاست است. کلمه ما میگه که باید در سیاست گپ بزنی، میگه تو به خاطر که ملا دا سیاست گپ میزنی باید در مسجد نباشی. من 20 سال کشور کابل هستم، در مسجد امامت کردن هم میدادم. چرا؟ به خاطر میگه تو باید تعویضگر را تایید کنی، تو باید جادوگر را تایید کنی، تو باید سر مردم خاک قبرها را بخورانی، تو باید مردم را بگویی به قبر سجده کن. اون وقت باز تو را ما تایید میکنیم. خیلی چی کنیم دیگه؟ درس هم خواندیم، والله بلا شب روز ما در خواندن اسلام است. یا الله تو شاهد هستی که ما 24 ساعت از قرآن از سنت از این را میخوانیم. خیلی دیگه چی بکنیم؟ هم میکشن ما را، هم چادر دختر ما را با حجاب به حجاب میسازن، هم ما را از بالا پایین میبردن، هم پس خود ما را متهم میکنن و سر ما توبت میکنن و هم ما را بگت زدن نمیمانن. که ما بگت مانده که ما گرد نزدیم. مردم افغانستان ستم دیده است، ظلم دیده است، حکمت ها آمده سرازیر شده، هر کس یارخش کرده. دیگه ظلم ها خیلی زیاد شده دوستا. خود ظلم عقیده و ظلم علم و ظلم دین خیلی زیاد سری ملت شده. هر کس دکانداری جور کرده و این مردم به سجده خود دعوت داده که بیا پای مرا بلیس، آب دست مرا بشوی جانتا و ایره دوا جور که. هر کس گفته که با مجرد از خانه میبریم بر چفک مردم استاد شود. ظلم دین زیاد شده. این مردم قابل ترحم و شفقت و دلسوزی هست. شما جوانا علم بیاموزی، خودم مسلح بسازی. با کدام صلاح؟ با صلاح قرآن و حدیث، با صلاح علم. اولاد مردم درس بده، تعلیم بده، این ملت به خیر خواهی دعوت بده. توی ملت ببین این دنیای کفر آمده رایست. کدام درد ما اول گریان کنیم؟ این سیاست با عفت و با حجاب ما، با عوض از اینکه طفل خدا در سوریه از زیر بال بکشه اول چادری خدا جمع کرده در جان خود است. این ظلم کفار کلگی میبینه، با چشم سر میبینه. نکو دوستم، نکو مرا بگذار که کتاب الله خورده تا قا گذاشته شده بود. امروز ما محض خیلی کم حقی کتاب الله را ادا کنیم. ما را بگذار نکنه، به الله قسم نکنه، منع نکنه. این کتاب الله سرتون شاهدی میده. این حدیث پیغمبر سالا بسته شد، کتاب کلان شد، در مدرسه دوری حدیث خوانده شد. بانکی در مسجد ما در دیقانم حدیث رسول الله، امی حدیث برش بخوانم. نکو سر ما و دولت و قوم
او عالم، او کسی که سر دین واقعا غیرت داری و دل میسوزونی، همین مردم است که ملت دعوت به سوی قرآن و حدیث میده. دین عام شوه. دوستا شما رسالت داره، به الله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانات بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. دعوت به شب و روز گریان پیش میره. من که حالی میخستم یقین به الله بکنه، برنامه مخاطب زیاد نداشتم، گفتم الله به خاطر رضای تو در زبانم گپی حق جاری کن. من چیزی نیستم، این اجتماع برای قوت دین تو، کتاب تو و حدیث تو است، حدیث رسولیت است. تو ما را نصرت کن. ما چی را باید یاد بگیریم؟ اگر محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلبم باشه، واقعا از نفسم که در رسول الله مقدم باشه و الله مقدم بگردانه، باید قدم به قدم نقشه پیغمبر را یاد بگیرم، بعد از او تعقیب کنم، بعد از او عملی کنم. عزیزا من میفهمم که قربانی میده. از سری بدخشان شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنه. یک مولوی صاحب برام زنگ زد که مولوی صاحب الله کرایه محترم الله قسم به قرض پیدا نکرد. امروز عالم ما از کدام نقطه سر حاضر شده در این جمعیت پیام بگیره، بفهمه، درک بکنه مسئولیت خدا. من چی مسئولیت دارم؟ و عزیزا میتونیم 10 دانه اطفال مردم در گرد خود جمع کنیم. خیر است 5 سوره شما بگیره، قاعده شما بگیره، تختگکش شما بگیره، قلمش شما بگیره. الحمدلله ما چیزی بالا 70 حلقه داریم. از خواهراس الله در عمرشان برکت بندازه به خاطر رضای الله. با وصف امی قدر قیودات میایه، امی تعلیم قرآن و حدیث با اطفال میکنه، عقیده را با اطفال میکنه. تعهد کنیم که ما همه ما فقط در توی، در جنازه، در تمامی گپا پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم و هر کدام ما امی امید و آرزو داریم یا نداریم؟ داریم. شما بگویید عمل کرد ما، دعوت ما تقریری خیلی زیاد است، با هم که امی مردمی که سالا علما در گوششان پف کرد، تقریر کرد، تبلیغ کرد، ذهن از او را پر ساخته، در عمل تو بری مردم یا عوام ثابت بساز که واقعا تو پیروی کیستی؟ پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیا که در عمل ثابت بکنیم، دعوت عملی بدیم. عزیزان گرامی، مردم هم میفهمه، مردم حالات و وضعیتش هم میفهمه، گناه نداره مردم عوام بیچاره. خود دشمنا و دسیسه های خیلی فراوان دنیای کفر است که اینجا کار کرده رویست. امی علمای خودم یقین به الله سبحانه و تعالی بکن، بس اوقات من میگم ملامت نمیکنم. چرا؟ یقین بکن عالم ما که وقتی فارغ شده امو کتابه که خودش چرمی پوش کرده، گل در بغلش کرده، امو را نگاه کرده، یک کتاب شرح حدیث قطش نیست، یک کتاب تفسیر قوی معتمد قطش نیست. و بیچاره از کجا بیان کنه؟ و ما پیام ما به همه علما، به همه اقوام که ما را به نظر بد میبینه، اما عیب و نقصان ما را امیتونن گشنما کنه، به چشم و سر ما میپذیره. خود تهمتای ناحق سر ما نچسبانه، حوالای کتابای گم سرگم بر ما نده، سر ما تهمتا بسته نکنه. تهمت گناه کبیره هست. الله سبحانه و تعالی از شما سوال میکنه باز چرا ما را متهم به این گپا میکنی؟ همین نعره را بالا کرده تحقیق بکنه. وهابی در افغانستان هست. وهابی کی را میگه؟ در یک مجلس نشسته بودیم در این روز، در این جمعه گذشته، میگه وهابی خوار هفتم روا میداره. نعوذ بالله. کی گفته؟ هست کسی؟ اگر تو یک دفعه برش کافر میگی، من 1000 دفعه برش کافر میگم. خوار هفتم نه، هر خواره که کسی حلال بداره نکاح شما برادرش چی هست بگوی شما؟ کافر است. چرا این افواهات؟ تو دولت هستی، تحقیق میکنی، استخبارات داری، امنیت داری، از نان ما خبر داری، از این گپا تو خبر نداری؟ از چینلای شاگان نیستی؟ این گپا را کی دامن میزنه؟ و دسته مردم در سر گل نکشانه، و دسته مردم نکنه که شما نمیگذاره.
ما کدام طرف بریم؟ وقتی مسجد ما به امن نباشه کدام طرف برم؟ وقتی ما به سنت رسول الله عمل کرده نتونم ما کدام طرف برم؟ وقتی ما در عقیده خود آزاد نباشم کدام طرف برم؟ وقتی ما به حجاب ماندن سیاسی خود و ریش ماندن خود آزاد نباشم کدام طرف برم؟ تو حکومت برای ما راه مهیا بساز که ما راه خود پیدا بکنیم که همون طرف بریم. قانونی تا بگذار که بله ایتوری ریش ماندن، نماز خوب خواندن، سنت های پیغمبر عملی کردن این جرم است. تو فتوا بده سیسته ما می وطن ترک میکنیم میرویم طرفی دیگه. ولی اگر میگه نه اینجا یک مذهب حنفی است دیگه گنجایش نداره، کی سری ملازم کرده فرض کرده مذهب حنفی را؟ تو پیروی کتاب الله و سنت رسول الله نیستی؟ بیا به دلایل. کی سر ملازم کرده که ما دنبال امام شافعی رحمه الله یا احمد بن حنبل یا امام مالک رحمت الله علیه دنبال کدام عالم بروم؟ این از کدام جای دلیل داره؟ کی سر ملازم کرده؟ عجیب است.